بچه‌های سال تولید 1990 ما در حضور یکدیگر نشستیم. من امروز اسبی برادرمون شهرت با نام زلاتای کارولا که بهترین شد و بهترین برآمد کرد. من در یک جایگی جشن ایستادیم با برادرها با اینجا. من این آدمم همسین خودمون بودیم سال تولید 1990. من این دو روز باز در محفل نوروزی دهی کاسروش هممون اشتراک کردیم ایستادیم. بهترین دین بهترین شد. یک با سرایندگان با نوازندگان همه یک با یک روحیه بلند جشن گرفت عید نوروز. من امروز معرکه بوسکشی با یک درجه عالی گذشت. همه شاد و خرسند، همه پهلوانا، همه تماشابینا. باور کنید که وقت کمی کرد. این خیلی بازی در یگان جا نشده است. ما آرزو داریم که در آینده از این هم بهترین بازی ها شود، بهترین من این نوروز ها شود. نوروز همه تو مبارک برادران. سلامت دوستان. راهبر صنفاتون کی بودن در دوره مکتب خونی؟ خود شهرجان. شهرجان رجب. نه راهبر صنف سردار صنف. راهبر صنف. شاروخ بودن. حیات هستن؟ خدا شکر هستن. در نوروز اشتراک داشتن با همراه هم کمتر رقص و بازی کردیم، خرسنده کردیم. حاضر درس نمیت یا نمیفکنم؟ نه حاضر در کارخانه مشترک درخشان یک کارگری بهترین شده کار کرسیم. سلامت باشه. دوره‌ای که مکتب میخوندتون دیرکتور کی بودن؟ حالی هم بودن دیرکتورا؟ نه حاضر دیگه آدم شایان علی محمد حاضر دیرکتور مؤسسه. از دوره مکتبی اون کس یگون لحظه ها و یگون چیزای خاطرمون هست که گویتون نقل کنید نه؟ لحظه های در کودکی در اون مؤسسه وقتی که تحصیل میکردیم صنف جورابای بودن، معلم بهترین، به نهایت سختگیر. اگر کدام آدمی که گناه میکرد یکم معاشرت منو با رحمت رو میزدن. ما گناهکار باشیم نباشیم میزدن. چون پدرم اجازه داگی بند که چی گناهی کنه زنگ بوده که بند. این گناه صنفی ب میکردم من شالگو میخوردم، صنفی ا میکردم من شالگو میخوردم. سلام. برای آقای من خدا میگفتم لینک نشود. همون معلم حاضر در حیات هستن؟ خدا شکر هستن. برابری همون کس به نهایت یک شاگردای با علم تربیت شویی ساز. همین دستاوردا مهنت دستی همون آدم. حاضر البته میندار است که شما شالگو سختگیری همونا بود که ما در همین درجه ها اومد رسیدیم. هممون قریب معلومات عالی داریم، جای کارهای نقض داریم. راهبری صنفی ابتدایی هاتون خاطر دارتون یا نه؟ عاطف رسولبردی بودن. کی بودن؟ عاطف رسولبردی. حاضر حیات هستن؟ بله هستن. قجب هستن. حاضر درس نمیتین نه؟ درس میتونم. درس میتین؟ درس میتونم. ما درس نمیتونم دیگه زکو. نه شما البته درس نمیتین. مکتب معلم هستن. در معلم هستن. مکتب شاگردای بسیار داره. بله. من شورجان همین بگونی من فکر میکنم که یکی از سببگاری اونه که بسیار مرد حتی نه تنها این یارو دوستانی که در اینجا در اطراف شما هستند، حتی شما امروز شاید که اسبتون سببگار شده یا خودتون سببگار شدید که امروز از تمام گوشه و کنار جمهوری چون این گپی شوخی بازی نیست اصلا. از شهرستان بودن، از خوجند بودن، از طرف دوشنبه بودن و برون از جمهوری شما سببگار شدید و مردمی همین سربلند کوستراش سببگار شدن که امروز از برون از جمهوری اینجا مهمان ها تشریف بیارن و در دایره مهمانداری و مهمان نوازی های مردمی دهه کوستراش قرار گرفته باشند. این اصلا نون و نمک میگن، بعد تقدیر میگن که تقدیری پروردگار میگن که این چیزا نصیب میکند و ما شما رو از نام کلی برادران، از نام کلی همدهگانتون و از نام تمام اسبازان و اسپروران وادی زرافشان این اسبی که شما گرفتید مبارکباد میکنیم. اولا خدا میگم که این اسب شما موفق و مظفر باشد. خدا میگم که یک اسب موفق و مظفر باشد و از اون جمله این اسب علاقه رزولتات میگم که نتیجه کاری خودش نشان دادگی هست. به همین خاطر ما اول شما رو با همین اسب موفق مبارکباد میکنیم. به هر یک شخص فرزند خوب، اسب موفق، هر یک اون چیزی که برای آدمیزاد شهرت و شان و موفقیت می‌داره تقدیر نمیکنن. به همین خاطر یعنی کلی برادرانی که ما راستی گپ امروز سنه چند بود؟ 13 اپریل سال 2002 در ظهور کامل شد.
13 апрели соли 2025 аст. имрӯз дар деҳаи косатароши ҷамоати деҳоти косатарош як бозии бузкашии хелоҳо хубе ҳам шуда гузашт ки мо шоҳидаш будем ва навораашро шояд ки шумо интизор мешед. ва ман аз замин то ба осмон аз кулли мардуми деҳаи косатарош ва ана ҳамин бародарону алахусус аз бародари азиз шӯҳраҷон соҳиби аспи тайсон залатой бахшиш залатой миннатдор ҳастем ки мо бовар кунед аз ҳамин ҷо тақрибан як 60 километр хона рафта будем ки боз даъват карданду хоҳиш кардан мо инҷо ташриф овардем ва хелоҳо хурсанд ҳастем ки ҳаминҳо дар шодии худашон моро шарик донистанд. ин ҳам аз замин то ба осмон миннатдор ҳастем. як ҷавон ташаккур бародари азиз худо кунад ки ҳамин залатои марра кардан гираду мо эълон кардан خودمون یک جا باشیم که خودمون شده جشن баъда ман мехостам гӯям ки чӣ сабаб шуд ки шумо асп гирифтед. мақсад шумо гуфтед ки ако сал пештар бед шумо гуфтед ки шумо аҷдодони шумо аспдору асппарвару аспбон набуданд. чӣ сабаб шуд? ягон кас маҷбур кард ё ин ки ҳавасманд кард? чӣ сабаб шуд? چی پروسه یکم کس ما اسبدار اونی هم سینفو که بله چی گم بخاطر من همین بچه‌های سال 1990 بخاطر همین هم سینفو یک جا میشیم یک جا میخزیم بخاطر همینا ما یک اسب گرفتم خیر اولش خدا دیمش به دستگیری همینا سلام این اسب ایمش همینا همه این بچه هم سلامت سربلند باشید. زنده باشید. ҳамаи шумо ман бо муваффақиятҳои музаффарияти ҳамин асп ҳам дар ин рӯз ҳам дар оянда муборакбод мезанам. худо ҳурмат кунад. салому алейкум мардуми деҳаи косатарош. аз номи худам аз номи мардуми тамоми косатарош барои залатой аси бародари азизам як солим беҳтарин кард. як мухлиси ашадии бузкаши ҷамоати деҳаи косатарош аст. ин як фахри мо ҳаст. ҳамин ҷаноби оли чӣ гуфтанд? тоҷикистон ягон вақт ақимнишин накунад. тоҷикистон ҳамвақт дар пеш. наврӯзи ҷамоати деҳаи косатарош имнои косатарош сер бозор мо рӯзи фақатак наврӯзи хурсандиро ҷашн гирем. наврӯзи ҳами бародари азизам муборак бошад. бори дигар ҷура аз номи калеки ҳами бародари мо барои тиҷорат муборакбод мегӯем. سالمتون مبارکباد میکنیم که نباش тоҷикистон ба пеш. سلامت باشید. سلامت باشید. ویدیو با پیش برکه 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 هزار آمد هزار آمد. خدا حرمت کند. خدا حرمت کند. خدا حرمت کند. امروز در تمام تاجیکستان عزیز ما با اقدام‌های سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جشن نوروز با تمام آیین‌هایش جشن گرفته شده ایستاده است. برای مردم تاجیک، برای ملت تاجیک این سال مخصوص است، چون که محض در نوروز امساله آن تنش‌هایی که در بین دو ملت قرغیز و تاجیک بود از بین برده شد و این مرزهای بسته باز شدند و ما که در سیوم روز امروز در نوروزی کاساتاروش هستیم. بار دیگر من حس میکنم که مردم دهه ما مردمی هستند که خیلی بزرگ هستند، چون که تا امروز از مردم دهه کاساتاروش یگان تروریست، یگان بدخواه وطن، یگان کسی که به وطن خیانت کند نبرآمده است. همه ساله در خدمت حربی فرزندان کاساتاروش پیش‌صف هستند و این معلوم می شود که این یک دلی و یک جهتی مردم کاساتاروش است. و بینید در همین ساختمان ورزشگاه، در ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 123 جوانان ما چه سرجمانه مهنت کردند. امروز شاید یک بزکشی، یک بازی ملی بودیم که خیلی بازی دلکش بود. من که در حیاتم با
بازی بزکشی نرفتم ولیکن امروز آرامی یک خوشی این بازی رو امروز مشاهده کردم از نوارهایی که من در شبکه‌های اجتماعی میدیدم امروز بزکشی یک فرقیتی کلانی داشت خاصتا برندگی فرزند عزیزی تو میر علی برای من چنان پسند اومد که عالم نام پنجکینتی 100 بار به پیش من اومد و گفت استاد آیا در پنجکین دیگر میر علی برای این برنده هست البته این از اون اعتقادی که دارد و همین مردم دهه کوستاروش این گپ رو چندین بار تکرار کرد و وقتی که اسب روزی مراد و همون پیله رسید یک حسی افتخار تمام وجود من فرا گرفت چون که 40 ساله ها ما هم 40 سال پیش به اولاخو می رفتیم در اونجا خدا رحمت اکو بابام اکو مولان اکو نور اکو یزدون اکو مردان اکو غیاس و دیگر تازنده های کوساتراش بودند که از زیبایی تاختن اونها آدم هوس میکرد و اکثریت همه سالم ها را خودی همه بچه های کوستاروش میگرفتند ولی متاسفانه سالهای آخر چنین پهلوان ها نرسیده ایستادند ما تمنا میکنیم که همین گونه پهلوان ها به وای برسند همین گونه اسبای قویه که در زمان همون قدیم بود باز در کوستاروش پیدا شوند همین گونه خوشبختی ها پر ادامه یابد امروز یک اولاق دوستی بود یک بزکشی دوستی بود یک بزکشی بود که برای مردم ما خیلی ضروری بود 2 روز پیش وقتی که در مؤسسه تحصیلات میانه 75 جشن نوروزی میگذشت مدیر شعبه معارف شهر پنجکین مقصد الله عثمان زاده گفتم همه استعداد در کوستاروش بود این علاقه یک تعریفی از حد زیادی مردم دیه بود برای همین از شما از همه مردم سعادتمند دیه از تمام جوانان دیه میخواهم که همیشه سرجم باشند در پی سازندگی باشند وطن را آباد کنند دیار را آباد کنند راه سازند مؤسسه سازند باغچه بچگان سازند و نام خودشون را چون با سلطان و چون عزیزالله در دل خلقا در دل تمام اهالی دیه جای کنند و گذشتگان را خداوند رحمت کند زنده ها را در پناهش نگاه دارد بار دیگر نوروزتان مبارک حمد و رحمت سلام علیکم. رحمت